روز بخیر دوستان عزیز، با خوشی و سلامتی امیدوارم که نشستید و دارید این برنامه رو میبینید. در خدمتتون هستم با یک پیغام دیگه دلگرم کننده برای شما و اون این است که کلام خدا میگه نترس، من با تو هستم. بارها خداوند میگه نترس و دلیر باش و شجاع باش. به یوشع میگه خداوند در کتاب یوشع باب 1 آیه 8 میگه نترس و دلیر باش، نترس من با تو هستم. بارها خداوند اینو میگه و بعضی اعتقاد دارن که حدود 365 بار در کتاب مقدس اشاره شده که نترس. در حقیقت برای هر روز ما خداوند، حتی بعضیا میگن که 366 بار گفته شده و سال کبیسه رو هم خداوند حساب کرده و میگه که خداوند میگه که نترس من با تو هستم. و این کلمه نترس خیلی دلگرم کننده است. خداوند به تو میگه امروز نترس، از آیندت نترس و از زندگیت نترس، از چیزهایی که اتفاق میفته نترس، از انسان نترس، از موقعیت ها نترس. خداوند میگه من با تو هستم، من تو رو دلگرمی میدم، من تو رو تقویت میکنم، من تو رو دلیر میکنم، من تو رو شجاعت میبخشم. و امروز روح القدس در اختیار ما هست. وقتی روح القدس هست، اگر تو به مسیح ایمان داری و روح خدا در قلب توست، روح القدس میتونه به تو دلیری بده. کلام خدا میگه روح القدس مثل دینامیته و کلمه ای که برای قوت برای روح القدس به کار برده شده در اصل یونانی میگه دیناموس، یعنی کلمه ای که نشون میده که مثل دینامیت عمل میکنه. این روح القدس در توست، نترس و با قوت برو جلو. خدا برکتت بده.